ثریا فلاح هستم، یکی از اعضای هماهنگ کننده برنامه 25 جولای که در شهر لس آنجلس داره برگزار میشه و امروز به مناسبت اینکه تمام سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و افرادی که در کارهای حقوق بشر شهرت جهانی دارن مثل خانم شیرین عبادی، توتو و افراد دیگه‌ای که به اصطلاح جوایز نوبل بردن و همینطور سازمان عفو بین‌الملل، سازمان هیومن رایت واچ یا سازمان حقوق بشر و سازمان فدراسیون حقوق بشر و بسیاری از جریان‌های دیگه که در جهت حقوق بشر در ایران تلاش می‌کنن. این حرکتی که به وجود اومده اینجا یک حرکت نه حزبی نه سیاسی هستش، یک جریان صرفاً حقوق بشریه و به حمایت از مسائل حقوق بشر در ایران و با چند شعار اصلی که یکیش حقوق بشر برای ایران و دوم استاپ کردن یا قطع کردن، متوقف کردن کشتار انسان‌ها و جوانایی که دارن توی ایران مبارزه میکنن برای حق خودشون و همینطور دستگیری و اعدام‌هایی که هستش به طور پی در پی بعد از جریان‌های ماه جون و بعد از جریان انتخابات و به دنبال اینها در تمام شهرها که امروز بیشتر از 80 شهر در همین امروز در سراسر جهان دارن برنامه‌ای به همین مناسبت برگزار میکنن و هماهنگی‌های ایجاد شده. مسئله‌ای که حائز اهمیت برای این روز اینه که برای اولین باری که تمام گروه‌ها و جریاناتی که به هر حال به هر ایده و مرامی که هستن دور هم جمع شدن و تونستن یه همچین برنامه بزرگی و ایجاد کنند که البته من در میان تمام کسایی که این کار رو به عنوان کوردینیتور کامیتی یا به عنوان کمیته هماهنگی توی این شهر داشتن انجام میدادن، چهره‌های بسیار جوان و چهره‌هایی که در زمان انقلابم واقعا مبارزه کردن و کار میکردن میبینم و بسیار جای خوشحالی این موضوع. امروز چند تا برنامه داریم که یکی از اون برنامه‌ها برنامه موسیقیه که بسیاری از خواننده‌های عزیزی که در طی این جریانات و مبارزات جنبش مردمی خواهی و جنبش دموکراسی خواهی ایران در کنار مردم ما بودن و همیشه از اونها حمایت کردن، امروز برای ما برنامه‌های اجرا میکنن که هر کدوم قطعاتی که به همین مناسبت تهیه کردن هستش که از جمله میتونم بگم خانم مامک خادم، خانم سوسن دیهیم و بله و همینطور در برنامه سخنرانی خانم بنفشه اخلاقی هستند که ایشون از طرف سازمان عفو بین‌الملل که مسئول وسترن ریجن عفو بین‌الملل هستند شرکت میکنند. خانم الهی امانی که یکی از کسایی هستند که بسیار توی این شهر بسیار زحمت کشیدن برای مسائل حقوق بشر و زنان، ایشون صحبت میکنن و همینطور شاعرای زیادی، یعنی 3 تا از شاعران بسیار عزیزمون تشریف دارن که خانم پرتو نوری علا، آقای دکتر مجید نفیسی و خانم کلارا مرادیان که جوان دانشجویی هستند که برای کارهای هیومن رایت تو این شهر فعالیت میکنن. گفتین چند تا سازمان خارجی مثل FDIH، امنستی، HRW هستن، اینا چه کمکی میتونن بکنن به ایران؟ ایران همیشه یک کارنامه بدی داشته برای حقوق بشر، کشورهای خاورمیانه هم همینطور. ما چه جوری میتونیم کارنامه حقوق بشر ایران رو بهتر کنیم؟ بله. مسئله این که این سازمان ها امروز اومدن برای حمایت از مردم ایران یا همچین برنامه‌ای در سطح جهانی را انداختن به کمک سازمان های حقوق بشر داخلی مثلا کمپین هیومن رایت توی واشنگتن یا جامعه حقوق بشر جنوب کالیفرنیا و یا همچنین در همه شهرها یا مثلا کمپین حقوق بشر توی شمال کالیفرنیا، همه اینا به این قصد که بتونن صدای تمام مردم و عنوان یکی از شعارهایی که داریم اونم اعلام این که مردم ایران تنها نیستن، ما در کنار اونا هستیم باشه و این سازمان ها هدفشون اینه که به هر طور شده مسئله حقوق بشر رو در ایران فرض کنن و دولت ایران رو و همینطور سازمان ملل رو وادار کنن به این که سرکشی کنه روی این مسائل و همینطور ایران رو وادار کنن به این که حداقل حقوق انسانی مردم ایران رو بهشون بده. مرسی، موفق باشه. خیلی متشکرم، مرسی از این فرصت.